به نام خدا. سلام خدمت همراهان گرامی لایت آی، خوش اومدین به این ویدیو آموزشی ما در این ویدیو قصد داریم که نحوه جمع‌آوری توکن استارز رو بهتون یاد بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. بریم سراغ آموزش. در مرحله اول وارد ربات میشیم و ربات رو استارت میکنیم. اگه لینک ربات رو ندارید، ما به همراه ادلیست داخل کانال تلگرام واسهتون قرار دادیم که وجود داره به اسم بوست رنگ. این بوست رنگ وقتی شما میزنی میگه در کشور شما در دسترس نیست و خیلی هاتون سوال کرده بودید که چرا کار نمیکنه. متاسفانه این گزینه در کشور ما پشتیبانی نمیشه. وارد بخش بعدی این ربات میشین که بخش اصلی این رباته به اسم فرند. وقتی وارد میشیم میگه به ازای هر دوستی که دعوت میکنید، اگه تلگرامش عادی باشه 15 تا استارز بهتون میده و اگه تلگرامش پریمیوم باشه 50 تا استارز بهتون میده. وارد بخش تسکا شدیم. تسک اول بدون رومانه میتونیم دریافت کنیم و اگه روی تسک سوم کلیک کنیم و سابسکرایب رو بزنیم یه ادلیستی بهمون میده و با جوین شدن توی این کانال ها 1000 تا توکن استارز میگیریم. و بخش چهارم این تسکا هم میگه با دعوت کردن 10 نفر از دوستان خود 150 تا استارز میگیرید. بخش پنجم این تسک هم مربوط به کسانیه که تلگرامشون پریمیومه و با بوست کردن چنل خود استارز میتونن 1000 تا توکن استارز بگیرن. بخش ششم هم مربوط به اینه که کیف پولتون خود رو وصل کنیم بهش. ترجیحاً کیف پولتون کیپر استفاده کنیم و چون که کیف پول خود تلگرام تحریمه و به هیچ وجه ازش استفاده نکنید و بهش وصل نکنید. یک کانکت رو بزنیم و روی تون کیپر کلیک کنیم و بعد از اینکه تون کیپر باز شد کانکت والت رو بزنیم خود به خود بهش وصل میشه و با زدن روی گزینه چک کانکشن تسک رو میتونیم دریافت کنیم. بخش آخر رسیدیم، یعنی بخش هیستوری. این بخش هم مربوط به بوست رنگ و یعنی میتونیم ازش استفاده کنیم. خب دوستان، به آخر ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.